سرخط خبرهای مهم. حکومت به نیروگاه روغون تقریباً 4 میلیون دلار دیگر داد. چند ماشین بارکش تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. میگویند جای خالی نیست. مشکل نوی خانواده‌های مهاجران در روسیه. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی با نودرو تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 27 اوگوست و در استودیو با شما من شعلای عبدالله هستم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه روغون باز 40 میلیون سومانی جدا کرده است. قرار حکومت در آخر ماه ایول قبول شده رادیو آزادی 26 اوگوست با محتوای آن شناس شد. بر اساس این سند 40 میلیون سومانی از حساب درآمد یا فایده کارخانه‌های دولتی برای نیروگاه روغون داده می شود. در سال روان این باری سیوم است که حکومت برای ساختمان نیروگاه روغون پول می دهد. پیش از این حکومت تاجیکستان در ماه‌های فوریه و اپریل سال روان برای روغون 160 میلیون سومانی یا 14.5 میلیون دلار جدا کرده بود. در عین زمان مقامات برای ادامه ساختمان نیروگاه سرمایه خارجی جستجو دارند. ماه ایون امسال بانک اسلامی رشد برنامه جدا کردن 150 میلیون دلار را برای ساختمان نیروگاه روغون تصدیق کرده بود. میلیون ها سومانی در حال برای روغون جدا می شود که ارزش ساختمان نیروگاه تمام 16 سال اخیر 2 برابر زیاد شده است. تا امروز 2 چرخه نیروگاه ساخته شده است. چرخه یا اگریگات سیوم روغون به گفته پرزیدنت امام علی رحمان باید سال 2025 به استفاده داده شود. در یک نواری که رانندگان از مرز قزاقستان و روسیه در منطقه استرخان به رادیو آزادی فرستادند، دیده می شود که ماشین ها با رقم های دولتی تاجیکستان ایستادند. رانندگان میگویند تا حال برای رفت و آمد ماشین های بارکش مانع نبود. به گفته آنها در 4 ماشینی که حالا بند ماندند در 3 تایش آلومینیوم بوده، در یکیش میوه خشک بوده است. این ماشین ها خاک روسیه را عبور کرده به سمت گرجستان می رفتند. سبب بند ماندن ماشین های بارکش را مرزبانان شرح ندادند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در صورت پیدا نمودن معلومات نو برایتان خبر خواهیم داد. در نیم سال دادگاه های تاجیکستان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم مردم را نزدیک به 7 میلیون سومانی جریمه بستند. اگر جریمه های قانونی مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک را علاوه کنیم، حجم مبلغ جریمه ها به 10 میلیون و 700 هزار سومانی می رسد که معادل 1 میلیون دلار است. مقامات تاجیکستان این دو از جمله قانون تنظیم جشن و مراسم را قانون ملی عنوان می کند و همیشه ستایش می کند که این قانون برای مردم سبکی های زیادی آورد. این نوبت ما از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدیم که قانون تنظیم با آنها چی سبکی آورد. پاسخ را یکجا می بینیم. تنظیم همه وقت همین در مقصدی که مردم به سبک شود، بهتر شود. این دبدبه این وای من طرفدار این وای نیست. نسبت کماقلات سبکی دارد. چی مثلا؟ خیر از خود کمتر میشه. این معاشای موقتی خودش هم زندگی تا میبره. Конечно тяжело, но видишь, все равно люди. البته دشوار است، ولی ببینید که مردم حرف پرزیدنت را گوش نمیکنند و خواسته های خود را انجام میدهند. قرض میگیرند. من نمیفهمم این را. اما اگر نبری هم مردم میگویند که کمبغل را گرفتید. اگر قانون رعایت شود به مردم آسان می شود، ولی مردم ما این را نمیفهمند. به عقیده آنها این کار نادرست است. میروند و قرض میگیرند که از دیگران عقب نمانند. این البته دشوار است. نبیره دارم. بینش تحفه گیر بابایش بخر. من از کجا گیرم اگر معاش ناچیزی داشته باشم؟ Еще хоть что ману, хоть сыру делай, всем надо подарки делать. А мне где брать, если у меня зарплата маленькая? Камбагал инжа танзима риоя мекунад. Як хел дорандаҳо не. Рост. Бисёртар дорандаҳо не. Хаку танзим чигум бисёр чизи хуб аст. Марако мере, мараки камбагал фарқ дорад, ини бой фарқ дорад. Хоҳед нахоҳед. Ҳар дастархону аз чизо чора шуд. این خراجاتایی که میشه خراجاتش مثلا پیشتر میگفتن که برای دختر مثلا 20000 25000 میبرد، حاضر میگه زیادتر شده شده. не ха аку манам чанда духтар шавҳар додаму чанда писар зан додаму шукронаи аллоҳ 14 та набира дорам. аллоҳ ба шукр. неки нас ба танзим ба танзим دختر توی دادن آسان بود یا پسر؟
خاک پسر آسان‌تر است. کمتر خراجات از زیادتر. آخه وای چی گم تو نخواهم میگیرید اونجا با مبل میگیرید و دیگر سر لباس و وای این اون میگیرید و پسر با این خیلی نکن. معرکه نمیکنم بچم. پیشینا معرکه میکردن دیگر اوقات میکردن حوزه نه هیچی. حوزه نمیکنم. اگر من کدی نخی ممکن نبوده. خاکت یا تا دور یا تا ندور باشه مگه نمیکنم. شرایط شد آذربایجان شده است. سابقی کرده نکرده. سابقی کرده اما خواهد وایلایی که میکنن اما خشون میدونن که برای احتیاجی خشون میدونن. بازار یا نمیکنن نرخوی مثلا دختر دور 50 60 70 تا خاک وارد با خشون میدونن مصلحت خشون قد چی میکنند و غیر که ما اما همش خلاص کردیم ما کردیم. و کروش 2016 تمام شده کردیم. 2016 چه کردیم؟ خام موافق قانون قاعده که تام. یه مای سوق تو میکنم فکرم. این سوق تو کردیم است و همش کای با هم قانون شرایطش همش کردیم. قرض جمع کردیم قرض خب قرض نمیشه اون کارو. قبول فرزندان بعضی از مهاجران از آسیای مرکزی به مکتب‌های میانه مسکو مشکل شده است. ماموران مکتب‌ها نبود جای را در سیمخانه‌ها سبب می‌آورند. برخی هم بدون پیش آوردن یگان دلیل درخواست مهاجران را رد می‌کنند. با گفته حقوقشناس میرلند توکتابیکوف که به مهاجران در روسیه یاری حقوقی می‌رساند، یک سبب قبول نشدن فرزندان مهاجران به مکتب این تاثیر روحیه بیگانه ستیزی است که حالا در روسیه رو به بالا است. با تاکید او محض دشواری‌ها در قبول کودکان به مکتب‌های روسیه سبب می‌شود که بعضی از والدان دیگر تلاشی به مکتب بردن فرزندان خود را نمی‌کنند. بنابراین کودکان اکثرا از برنامه تعلیمی قفا می‌مانند. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدان مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شود فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیت خویش و تبار گذارند. مقامات اوکراینرگو شرکت دولتی انرژی اوکراین گفتند که روز 26 آگوست در پی حمله گسترده روسیه با موشک و هواپیمای بی‌سرنشین به کیف و شهرهای دیگر به طور اضطراری انتقال نیروی برق را قطع کردند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت انتقال آب به بخش‌های از پایتخت نیز قطع شد. دفتر رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیام میل روسیه را برای نابود کردن بخش انرژی اوکراین محکوم کرد و قبول داد که بهای این کار به روسیه از جمله زیر بنیادهای این کشور گران خواهد افتاد. به گفته مقامات اوکراین نیروهای روسیه یک بار چند شهر اوکراین را هدف قرار داده کمش 3 نفر را کشتند و چند تن دیگر را زخمی کردند. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 27 августи соли 2017 ҳукумати тоҷикистон гуфт ҷазои мардонеро ки аз пардохти алимент ба фарзандонашон сарпечӣ мекунанд сахттар кард. мардоне ки 1 моҳ аз додани алимент худдорӣ мекунанд бо додгоҳ рӯбарӯ мешаванд. ҷазо то 2 соли ҳабс аст. бархе аз мардон мегӯянд аз набуди кору даромад наметавонанд талаботи қонунро сари вақт иҷро кунанд. 27 августи соли 2017 арӯсии як омӯзгори ҷавоне барпо шуд ки дар мулоқот бо президент эмомалӣ раҳмон аз набуди шароити иҷтимоӣ барои хонадоршавӣ хабар дод. арӯсие ки баъди чанд ҳафтаи мулоқот бо президент дар ноҳияи кӯшониён барпо гардид бо харҷи ҳукумати маҳаллӣ доир шуд. омӯзгор саидшоҳ асроров бо духтаре оиладор шуд ки дар ноҳия ҳамчун ҳамшира кор мекард. 27 августи соли 2016 тоҷикистонро дар расми тақдими ҷоизаҳои DAF Bama Music Awards 2016 Шабнами Сурайё, Ҷонибек Муродов ва Валиҷону Меҳрнигор намояндагӣ карданд. ин маросим бо ҳузури беш аз 30 овозхона аз гӯшаҳои дунё ва даҳотан аз ҳаводоронашон дар олмон баргузор гардид.
صبح امروز بجز یورو قرب اسعار خارجی در تاجیکستان قریب به تغییر است. بانک ملی 1000 روبل روسی را به 116 سومونی، 100 یورو به 1191 سومونی و 100 دلار را به 1067 سومونی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و گزارش‌های بیشتر را دوام روز در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید.